من اول شروع میکنم با یه اینتروداکشن کوتاه، هرچند که خیلی سخت اچیومنت های هر کدومتون رو در یه تایم کوتاهی بخوایم بگیم. دکتر نسرین مصطفی زاده محقق و پی اچ دیشون رو در زمینه Natural Language Processing NLP گرفتن از دانشگاه روچستر. گریجویت سال 2012 کامپیوتر انجینیرینگ شریف و الانم فعال در بعد از کار کردن در مایکروسافت و گوگل الان مشغول فعالیت هستن در ورنیک به عنوان کوفاندر. دکتر مدیسن مسائلی کوفاندر و سی او دیپسل، یه کمپانی که برای سینگل سل انالیسیس کار میکنه. بچلر رو در الکتریکال انجینیرینگ سال 2008 اگر اشتباه نکنم و پی اچ دی کامپیوتر ساینس فرام UCLA 2014 گرفتن. پستاک استنفورد که اونجا تکنولوژی کور دیپسل رو با ادوایزرشون و دکتر مهیار سالک با هم دیولوب کردن که نتیجه شد دیپسل. و دکتر مهیار سالک CTO کوفاندر و CTO دیپسل. ایشون هم اندرگراد رو کامپیوتر انجینیرینگ شریف بودن، پی اچ دی از USC و قبل از اینکه به دیپسل جوین شن لیدر یه AI powered advertising product در گوگل بودن از اینسپشنش تا multi billion dollar revenue و الانم خیلی هم اوور تایم اکتیو بودن در کامیونیتی به عنوان یکی از اون پوزیشن ها به عنوان پرزیدنت Iranian Graduate Student Association USC. و آرش افراخته که پارتنر ات پر وی سی هستن. آرش به عنوان اندرگرادشون رو کامپیوتر انجینیرینگ بودن اگه اشتباه نکنم شریف و بعدش مستر کامپیوتر انجینیرینگ و روباتیکس از امیر کبیر و بعدش کریرشون رو در مایکروسافت و اپل شروع کردن. بعد به عنوان کوفاندر کریدن جوین شدن از ارلی دیز تا اکویزیشنش و بعد از اون هم و الان هم در پر وی سی اینوست میکنن در ارلی استیج سید استیج استارتاپس. حالا این یه چیز خیلی خلاصه‌ای بود و من میخوام شروع کنم. ما داریم میخوایم امروز یه صحبتی داشته باشیم، یه گپی داشته باشیم در مورد فرانتیرز و شریف الومنای چجوری دارن این فرانتیر رو میبرن جلو. من میخوام از هر کدوم بپرسم که در حالا یه اینتروداکشنی از جایی که الان هستین و کاری که میکنین و الان مسئله‌ای که دارین سعی میکنین حل شه و اون چجوری داره کمک میکنه اینو فرانتیر فیلدی که درش هستین بکنه. هر کی میخواد شروع کنه. سلام به همگی، خیلی ممنون بابت همه واقعا ارگنایزرها. بر من خیلی جالب اینجا بودن. من از نیویورک میام، بخشی از این کامیونیتی نیستم ولی هر وقت به عشق دکتر تابش میام اینجا واقعا چیز میشم، میگن اینسپایر میشم که چقدر قشنگه این حرکت ها، این بیسیکلی همایش ها. بعد حالا تو راجب این که من چی کار میکنم، من بک‌گراندم AI بوده. من از خیلی وقت پیش 20 خورده سال پیش کارم روی هوش مصنوعی بود و توی هوش مصنوعی هم شاخه هوش مصنوعی که روش همیشه فوکسم بود پردازش زبان طبیعی بود NLP و توی پردازش زبان طبیعی هم همیشه تخصص و عملاً تمرکزم یه مسئله بود که بهش میگیم common sense reasoning که یا مثلا شما شاید بشه ترجمهش کنیم تحلیل پایه‌ای
که بحث اینه که مثلا من الان این چاییمو که دارم میخورم اگه مثلا من شروع کنم اینو خمش کنم، همه اینجا ما میدونیم که بعد قراره چه اتفاقی بیفته، چای قراره بریزه همه جایی که باید بیاد تمیز کنه که این اتفاق امروز افتاد. ولی یه بچه 2 ساله هم اینو میفهمه. و اینکه این برای AI، من وقتی توی دبیرستان بودم، سال دوم دبیرستان، که باز هم زیر نظر دکتر تابش، من متوجه شدم که یه مسئله وجود داره به اسم موراویکس پارادوکس که میگه اتفاقا یه همچین چیزی برای AI سخت ترین چیزیه که حل کنه، نه مثلا کارهای دیگه که ما تو روباتیکا اینا میکردیم. بعد خلاصه من کل عملاً تمرکز زندگیم برای 20 خورده سال گذشته زندگیم شد که چیکار کنیم که به AI بتونیم یاد بدیم که این مسائل خیلی بیسیک و ساده رو بتونه حل کنه. و آخرش بالاخره چند سال پیش با همه کارهای تحقیقاتی که من کردم و انسان‌های مثل من کردن، به جایی رسیدیم که AI تهش میتونست حرف بزنه، میتونست بشنوه، میتونست بنویسه، که واقعاً چی میگن یه برای هممون ایدئال زندگیمون بود. بعد از اون زمینه کاری که تو شرکت ما میخواستیم بکنیم 2021، من جزء یه بخش کوچکی از محققانی که کارشون روی همچین زمینه ای بود، ما همه به همین رسیدیم که finally common sense reasoning is working. بعد خب از اون به اینجا رسیدیم که اوکی، اگه هدف اینه که بتونیم AI'ایی داشته باشیم که بتونن بشن اینترفیس، این که بتونی با هر محیطی حرف بزنی، اون محیط میتونه یه وبسایت باشه، اون محیط میتونه یه مغازه باشه که داخلش وارد میشی، چیکار میشه کرد که بیشترین تاثیر رو توی دنیا بذاریم. و در نتیجه برخلاف شرکت های مثل اوپن ای آی یا انتروپیک و اینا که کارشون خب سوپر اینتلیجنس، ما اعتقادمون دقیقاً متضادمونه که ما معتقدیم AI should be defined as augmented intelligence. و ما هدفمون این بود که بریم یه AI هایی بسازیم که بتونن بشن این اینترفیس دیفالتی که میذاریم جلوی هر .com وبسایتی، جلوی هر مغازه‌ای که میری واردش میشی، فیزیکال اور دیجیتال، که دنیامون این شکلی بشه. و این کاری که ما تو ورنیک میکنیم، ما 4.5 ساله، تقریبا به زودی 5 ساله که شرکتمون همین کار کرده، پیوت نکردیم. قبل از چت جی پی تی، بعد از چت جی پی تی، کارمون سرو کردن انترپرایزهای خیلی بزرگه، like we serve Fortune 500 companies، و کارمون اینه که واقعاً به درایو کردن بیزینس کمک کنیم. صبح امروز راجع به اون MIT ریپورتی که 95% of enterprise AI has failed داشتن صحبت میکردن، و ما خوشحالیم و خوشبختیم که جزء 5% بودیم که فهمیدیم چیکار کنیم که انترپرایزهای خیلی بزرگ دنیا بتونن AI رو به بهترین نحوی که میشه واسه آگمنت کردن ایمپلویاشون یا کاستومراشون استفاده کنن. مرسی از دعوتتون. ما همیشه خیلی انرژی میگیریم از بودن تو این جمع و حالا به یه شکل دیگه دیدن فارغ التحصیلی قدیم تر و جدیدتر اگه باشن تو جمع از جایی که اومدیم، و خیلی در واقع بدهکاریم به ادویکیشنی که گرفتیم، به آدمایی که شدیم، با همه شرایط خوب و بدی که بود و خواسته و ناخواسته هاش. خیلی احساس تعلق به این گروه میکنیم و امیدوارم که بتونیم از این جمع استفاده کنیم واسه اینکه یه چیزی برگردونیم به این گروه. من فارغ التحصیل ورودی 82 برق بودم. وقتی که اینجا اومدم خیلی علاقه‌مند شدم به لایف ساینسز، به کار توی حوزه بیوتکنولوژی، به خاطر در واقع باز بودن ایده هایی که میتونه تبدیل بشه به یه چیز به درد بخور در واقع. و یه سری کار توی وارد هاروارد MIT HST شدم اول که اومدم، و اونجا یه ذره یاد گرفتم راجع به لایف ساینسز. بعد پی‌اچ‌دی‌مو تو بایو انجینیرینگ گرفتم و کلا کاری که ما میکنیم توی دیپسل به سلول به عنوان یکی از بنیادی ترین المانایی که کل بدن انسان و موجودات دیگر رو میسازه نگاه میکنیم، و با استفاده از AI و دیپ لرنینگ، حالا ما استفاده کننده از این طولا هستیم، میخوایم که توانایی
این کامیونیتی رو واسه تشخیص بیماری، پیدا کردن دارو، پیش بینی کردن تولید محصولات دارویی توسط سلولا رو با آوردن AI و تکنولوژی‌های دیگه در واقع حل کنیم. و کاری که تو دیپسل کردیم اینه که یه همچین پلتفرمی درست کردیم که از دیتای ایمیجینگی که خودمون حتی هاردورش هم خودمون درست کردیم استفاده میکنه و از یه مدلی که خودمون دیولپ کردیم استفاده میکنه و این پردیکشن رو انجام میده. یه ذره maybe یعنی generally speaking حالا میخوایم خیلی راجع فارسی حرف زدن صحبت کردیم و داریم فشار میاریم، سعی میکنیم. اوکیه، تکنیکال ترمز رو میشه انگلیسی گفت، خیلی لزومی نداره ورد بای ورد فارسی باشه. می‌خواستم بگم که من اگر انگلیسی چیز کردم یکی از اون پشت هو بکنه منو که دیگه یاد بگیرم انگلیسی چیز نگم. گفتی دیگه حالا چجوری فرانتیر میشه به قول شما هو؟ اینه که الان بعد از اینکه یه سری مدل‌های ماشین لرنینگ دیولپ شدش که اینا میتونن مثلا پیش بینی بکنن که چطوری پروتئین قرار فولد بشه. مثلا من شاید آلفا فولد رو مثلا شنیده باشین که گوگل دیپ مایند چیز کردش. الان خیلی تمرکز این جامعه بیولوژیستا، زیست شناسا اینا روی ساختن مدل‌های مربوط به سلوله و علتش هم اینه که سلول خب واقعا واحد بیولوژیه و شاید به عنوان یه واحد مستقل که بشه به صورت هولیستیک کل بیولوژی نگاه کرد میشه به سلول نگاه کرد و اگر واقعا بشه سلول فهمید خب خیلی بیولوژی و در قبالش پزشکی و داروسازی و اینا جلو میره. واسه همین یه چیز خیلی الان هات و متمرکزی هستش. ما حالا جوری که نگاه میکنیم به این چیز میگیم که در حقیقت ما یه ربات برای اسکیل سلول داریم میسازیم. ربات چیکار میکنه؟ ربات نگاه میکنه به اطرافش، ربات میفهمه که داره به چی نگاه میکنه و ربات یه اکشنی انجام میده. حالا فرض کنین این سه تا کار رو که نگاه میکنه، میفهمه و اکشنش میده رو ما رو سلول بخوایم انجام بدیم. یعنی ما دونه دونه سلول رو نگاه میکنیم، ایمیج میکنیم رو های رزولوشن و بعد روی یه مدل ران میکنیم، میبینیم که خب حالا این چیزی که ابزرو کردیم چه معنی داره و بر اساس اون معنی که از هوش مصنوعی میگیریم ما یه اکشنی انجام میدیم که حالا اکشن برای ما اینه که سلول‌ها رو جدا میکنیم از هم. یعنی یه سلول مثلا فرض کنید یه رباتیک آرم بیاد ور بداره بذاره اینجا بگه خب این به نظر من این کنسره، یا مثلا این اون سلولیه که میتونه به این دارو خوب جواب بده. این در حقیقت کاریه که ما میکنیم. من البته حالا یه چیزم گریزم بزنم، واقعا اینجا بودن برای منم خیلی ارزشمنده، مخصوصا دیدن دکتر تابش واقعا نشسته اونجا یه تجربه واقعا سوریاله برای من، واسه اینکه ما از بچگی یعنی این کتاب ریاضی رو که مثلا باز می‌کردیم، مثلا همون بوی کتاب تازه که میداد و اسم دکتر رو من اول میدم، مثلا برای من یه معنی خاصی میداد و خب حالا الان واقعا خیلی تجربه جالب و پرمعنیه که داریم تو این جمع ایشونو جشن میگیریم و سلبریت میکنیم. واقعا برای من افتخاره. ممنونم. آرشان، از یه سمت دیگه شما فرانتیر رو دارین پیش میبرین. سلام به همه، خیلی ممنون که از همه دست اندرکارانی که این برنامه رو مرتب کردن و برگزار کردن. خیلی معذرت میخوام از استادا که ما اینجا هستیم و شما نشستین، ما همیشه عادت داریم شما این بالا باشین و ما رو ببخشید. آقای تابش، دکتر تابش، من ریاضی 1 و ریاضی 2 با ایشون برداشتم و خیلی ممنون از همه درسایی که به ما دادین. واقعا وقتی ما دانشگاه بودیم و هنوز جنگ تمام نشده بود و برای همه استادا سخت بود که تو دانشگاه باشن و آقای تابش هر روز با
انرژی می اومدن اونجا درس رو میدادن و ما باعث میشد که ما همه چیز دیگر فراموش کنیم و واقعا اونجا باشیم. خیلی ممنون. ما توی من الان از همونجوری که گفتن یه پارتنر هستم توی پر ویسی. ما در واقع سرمایه گذاران اولیه هستیم، یعنی اولین چک توی شرکت ها سعی میکنیم ما باشیم یا دومین چک، مثلا پری سید و سید هستیم. کار ما تو فرانتیر اینه که بفهمیم که یعنی الان من به اصطلاح AI و اینفراستراکچر و روباتیکس اینوستمنت توی پر من به اصطلاح لیدش میکنم. برای ما فرانتیر یعنی که ما فرانتیر از چشم فاوندرامون ببینیم. یه تیکه بزرگش اینه که ما نگاه میکنیم به فاوندرها که وقتی که این بنیانگذاران این شرکت ها چجوری آینده رو دارن میبینن. یه تیکش هم اینه که خودمون تز دیولپ میکنیم که ما فکر میکنیم آینده چطوری پیش خواهد رفت و این کار بسیار خنده‌داریه توی AI برای اینکه هر 3 هفته آینده عوض میشه. ولی وظیفه ما اینه که یه سرمایه گذاری بکنیم که 10 سال به اصطلاح بتونه به اصطلاح بنیاد اینو داشته باشه که تا 10 سال پیش بره و یه شرکت بزرگ بشه. من خودم توی AI بابک رو امروز صبح اونایی که اینجا بودن دیدین، بابک 2 سال از من جلوتر بود، یادمه تو شریف اولین بار با هم صحبت می‌کردیم، میگفت این زبون پرولاگ هست برای برای اکسپرت سیستم اون موقع میگفتن دیولپ کردن و من با هم نشسته بودیم و گفتیم چه چیز بیخودیه، ما سعی کردیم یه اکسپرت سیستم باش بنویسیم و اصلا هیچ جوری پیش نمیرفت. بعد نگاه کردیم به نورال نتورک ها، یه نورال نتورک 200 نود توش بود که الان مثلا تریلیونز هست، البته تریلیون نه نود نیستش، ولی به اصطلاح اون موقع توانایی این AI خیلی کم بود. ولی ما این آرزو رو داشتیم که یه موقعی به اینجایی برسیم که الان این که موقعیت توش وجود داره و واقعا خیلی موقع هم هیجان انگیزیه که ببینیم در آینده چطوری پیش خواهد رفت، هم به مسئولیت‌های مختلفی خواهیم داشت اینکه AI چطوری پیش بره و ما خیلی به اصطلاح ممنون هستیم که با فاوندرها میتونیم این آینده رو ببینیم و از چشم اونا ببینیم. مرسی از همگی. به نظر میاد هر پتای بسیار ایمپرسیو از جایی که از ایران اومدین و تا به اینجا رسیدین. سوالی که من دارم اینه که خب به نظر میاد کریر پتای خیلی متفاوتی بوده، از نسرین جان و مهیار جان که از اینداستری به استارتاپ اومدن، مدیسن از پستاک و شما که از استارتاپ به سمت اینوستمنت رفتین. این پت چجوری شکل گرفت؟ یه سوال اول. و دو اینکه رول اون، ما داریم اومدیم در مورد شریف صحبت کنیم و سلبریت کنیم، اون سیدی که توی دانشگاه شکل گرفت توی آندرگراد چقدر تاثیرگذار بود و چجوری جهت داد به این دیرکشنی که تا اینجا اومدین؟ من دوست دارم بشنوم هر کی چجوری به نظرش این شکل داده. من میتونم شروع کنم. من خودم خیلی اعتقاد دارم که آدم یه جورایی میانگین چند تا آدم دور و بر خودش میشه و فکر میکنم کامیونیتی های مثل شریف یا حالا من قبلش فرزانگان بودم، دوستایی که داشتم، گروهی که بالاخره باشون هر روزمو میگذروندم، این که اونا به دنیا چجوری نگاه میکنن، چقدر امبیشن دارن، چقدر فکر میکنن که میتونن تو دنیا تأثیر بذارن، تو اینکه آدم خودش چقدر خودش رو باور داره و فکر میکنه اصلا اینجا اومده که چه کار کنه، خیلی تأثیر داره. و یکی از بزرگترین چیزایی که خودم از مدرسه‌ام گرفتم، از دانشگاهم گرفتم و حالا برای بچه خودم برام مهمه که اونو فراهم کنم، اینه که خب این گروهی که دور و بر آدم هستن کیان، چه جوری فکر میکنن، به چی فکر میکنن، اوقات فراغتشون رو چطوری میگذرونن، چه جور انرژی به هم دیگه میدن. من فکر میکنم، من خودم ایران که بودم خیلی ضد این بودم که از ایران خارج بشم و یکی از تنها دلایلش این بود که همیشه دوست داشتم کارآفرین باشم و همیشه فکر میکردم اگه پاشم بیام از ایران بیرون، چون نه نتورکی دارم، نه کسی رو میشناسم، نه میدونم اینجا چجوری کار میکنه، خیلی سخت خواهد بود که بتونم یه همچین کار کنم و حتما باید برم واسه یه شرکت بزرگ کار بکنم. یکی از دلایلی که نمیخواستم بیام این بود و حالا خب خوشبختانه
احساس میکنم بستر اینجا حتی بهترم فراهم بود که خب حالا اون موقع نمیدونستم. ولی دلیل این که یه همچین تصوری داشتم یا یه همچین اعتماد به نفسی داشتم یا یه همچین انگیزه‌ای داشتم، خیلیش از همون بستر جایی که آدم رشد کرده و چیزایی که دیده دور و بریاش تونستن انجام بدن، مثل مریم میرزاخانی، مثل بقیه کسایی که حالا خیلی تاثیر گذاشتن توی پرسونالیتی آدم میاد. و جدا از سکیلایی که آدم یاد میگیره، درسایی که آدم یاد میگیره یا یاد نمیگیره یا فراموش میکنه، اون آدمی که میشی تاثیر مستقیم اون انوایرمنتیه که توش هستی به نظر من. من فکر کنم سر جواب من به این داستان، به این سوالتون، فکر کنم میشه یه داستان کوتاهی که میبی امشب حالا سر شام قرار بیشتر راجعش حرف بزنیم، که من موافقم با شما که همش بستره و همش این محیطیه که توشی. برای من شخصا جوری که من وارد اصلا کامپیوتر ساینس شدم، جوری که وارد پروگرامینگ شدم، جوری که وارد هوش مصنوعی شدم، جوری که وارد شریف شدم و همه اینا برمیگرده به اون بستری که از خیلی 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 قبل توی ایران ساخته شده بود و من شانس آوردم که بخشیش بودم، که واقعا همش به خاطر دوباره دکتر تابش. من میرم دکتر تابش شما اذیت میشین ما راجع شما حرف میزنیم، متاسفانه دیگه امروز چیزی که به اسم شما نوشته شده که دیگه ما نمیتونیم نگیم، اومدیم که بگیم، چون واقعا شما زندگی آدمای زیادی رو مثل من کاملا عوض کردین. و داستان از اینجا شروع میشه که من 11 سالم که بود، دکتر تابش توی مدرسه ما تو فرزانگان اومدن یه تاکی دادن. بعد حالا من تو خودم نمیدونم چه جرأتی داشتم، رفتم خودم معرفی کردم و چی میگن the rest is history. و حرف راجع به بستر، حالا واقعیتش اینه که امروز حالا فاوندینگ فادرها داشتن راجع به اینکه دانشگاه ما چطور شروع شد صحبت میکردن که از البرز، چی میگن تاپ اف د فانل، از البرز میاد اینا. واقعیتش اینه که خیلی از شریف جدید از سمپاد که حالا بهش میگن تیزهوشان و همین مدارس ما میاد. و جوری هم که ماها تونستیم مثلا وارد شریف شیم اینه که مثلا نمیدونستم شریف وجود داشت قبل از اینکه دکتر تابش رو بشناسم، من نمیدونستم پروگرامینگ معنی داشت قبل از اینکه دکتر تابش رو بشناسم. اتفاقی که افتاد و آقای مسرور، علیرضا مسرور الان نیست در اینجا، ولی من جوری که اصلا وارد پروگرامینگ شدم این بود که توی راهنمایی مثلا تو همون سن 11-12 سالگی یه اسکول نت بود که پروژه‌ای بود که دکتر تابش رو انداخته بودن، آقای مسرور که اینجا الان تو پلاگ اند پلی کار میکنن ما رو کشوندن اونجا و مثلا فهمیدم پروگرامینگ یعنی چی. و خب اینا همش راجع به بستر که صحبت میکنین، جوری که تهش فهمیدی که دنیا دست کیه و چیکارا میشه کرد و نمیشه کرد، به خاطر همین سیستم آموزشی که ما داشتیم. و واقعیتش اینه که من خیلی از من میپرسن که چجوری مثلا ممکنه یه خانومی از تو ایران از بچگی کار هوش مصنوعی میکرده. مثلا ما فکر کردیم که تو ایران الان چه میدونم میدونین دیگه تو وسترن شطور سواری، من سعی کردم نگم، چی میگن رکورد بگه که من نگفتم شما گفتین. و واقعیتش دقیقاً فکر کنم ما داریم تو ایران شطور سواری میکنن، خانم‌ها برقه میذارن چی، ولی واقعیتش اینه که آدمای مثل من چی میگن نورم بودن، اکسپشن نبودن. و جوری که اتفاق افتاده خیلیش به خاطر و تقریبا میشه گفت همش به خاطر همین سیستم آموزش و پرورشی که ما وجود داشتیم. فریبا جان میگفتن که تاکید کنیم که پرورش هم هست، آموزش هم فقط نیست. و این حقیقتیه. من یه قرون پول ندادم برای مدرسه رفتن تو کل زندگیم، درسته؟ و خیلی بچه حالا شاید من خانواده‌ام تا یه حدی میتونستم پولشو بدن، ولی من شانس آوردم که رفتم همچین مدارسی، همچین چیزی که کسی پول نداد. ولی این خیلی تاثیرگذاره توی این فرهنگی که ماها تونستیم عملاً شکل بدیم و شکل بگیریم توسطش. و حالا شما میگفتین چطور بیگ تک ورسس چیز. من نمیدونستم مثلا استارتاپ چیه دکتر تابش. من بچه که بودم میرفتم مرکز محاسبات، من میدونم دکتر تابش روش به استارتاپ صحبت میکنم. من 12 13 14 ساله چرا اصلا باید میدونستم استارتاپ تک یعنی چی؟ تنها دلیلی که میدونستم این بود که از بچگی بهش اکسپوز شده بودم. درش اینا چی میگم، مسیری که الان من توشم تقریبا
چیزا چون کوینسیدنس نیست، مشخص بود، یه جورایی جلویم کاملا چیز شد. فقط من شانسی که داشتم اینه که خودم هم علاقه داشتم و میدونستم پامو جلو پام بذارم. اگه مثلا پام خودم من برم اونوری، قدی خودم علاقه داشتم که برگردم سر راهی که هستم. درش خب بیگ تک معلومه چیه. من دلیل اینم که بیگ تک بودم اینه که خب باید یاد بگیری، باید چی میگن یکم بری بشناسی، ببینی چه جوری میشه چیز کرد. من هیچ وقت شکی نداشتم که تنها راه اینوویت کردن و عملا نوآوری شرکت‌های نوپان. یعنی دیگه همه میدونن دلیل اینکه تمام تکنولوژی‌هایی که الان امروز هممون داریم استفاده میکنیم هیچ وقت از شرکت‌های بزرگ نیومده. اولش از شرکت‌های کوچیک اومده که یه روزی بزرگ شدن. توی ای آی هم میگم داریم میبینیم، حتی مایکروسافت هم اندد چون میگن آوتسورس کردن ای آی استراتژیشون. as much as I love by the way، من مایکروسافت رو دوست دارم بی‌نهایت و برای ساتیا اینا هم احترام بی‌نهایت زیادی قائلم، ولی برای اینویشن واقعی تنها راهش استارتاپ هاست و برای من از روز اول روشن بود، فقط به خاطر اینکه تو ایران بهش اکسپوز شده بودم. آره. خب خیلی حرفا زده شد، میخوام ببینم حرف جدیدی چی دارم من بزنم. یکی این که شریف برای من یه محیطی بود که با اینکه حالا اولا یه چیزایی خب ما می‌بینیم دیگه، مثلا اگر ما همه چیزمون توی ایران حالا خیلی فرق بکنه با اینجا، یه چیزی که من تجربهش داشتم اینه که واقعا بهترین استادا و بهترین دانشجو تو شریف بودن و من میگم مثلا فکر می‌کنم خب حالا من برم الان آمریکا، اگر حالا من شانس داشتم اون زمان با دکتر شهرجهانی ریاضی رو داشتم، مثلا خیلی هم ایمپرس بودم با دکتر شهرجهانی. میگفتم خب حالا اگر دکتر شهرجهانی انقدر خوبه، اگه من برم آمریکا مثلا اونجا دیگه چقدر مثلا قراره. ولی واقعا رفتم دیدم مثلا هنوز دکتر شهرجهانی به نظر من بهترین ریاضی که مثلا من یاد گرفتم و از ایشون یاد گرفتم. حالا البته میگم بعضی دکتر من از شانس کلاس ایشون بودم و کلا محیط شریف یه محیطی بود که اولا به ما اون کانفیدنس رو میداد که خب بریم یه کاری انجام بدیم و با اینکه گزینش شده بود برای حالا اونایی که کنکور خیلی خوب میدن یا اونایی که حالا از خیلی کانالای به خصوصی وارد دانشگاه میشن، ولی من فکر میکنم در نهایت بچه‌ها یه گستره خیلی بزرگی از مهارت‌ها و از شغل‌ها. مثلا من دوستایی دارم که بعد از مهندسیشون رفتن مثلا طرفدار تحقیقات روی نمیدونم لیترچر قرآن توی هاروارد داره میکنه، مثلا اصلا یک کارهایی که اصلا هیچ ربطی مثلا به مهندسی که خونده و این به نظر من خیلی جالب بود. من واقعا فکر نمی‌کنم یه همچین چیزایی و دانشگاه‌های دیگه تو ایران مثلا برای دانشجوها داشتن و واقعا خب یعنی پله به پله اون مسیری که ما رفتیم من میتونم نشون بدم که واقعا چه تأثیری حالا شریف و اون نتورک دور شریف برای من داشته. خیلی حرف زده شد، من فکر نمی‌کنم خیلی اضافه بتونم بکنم. مسلما اون پایه‌ای که شریف گذاشته بود، استادایی که امروز صبح تو این پنل بودن و این پایه قوی رو گذاشته بودن برای شریف، یه قسمت مهمیه که شریف چرا انقدر خوبه. همه زندگی‌های ما به اصطلاح خیلی شانسه که چه پثی افتادیم، چه کسی رو آشنا شدیم باهاش، چه کسی در راه زندگیمون قرار گرفته، ولی در کل برای علاوه بر همه چیزایی که گفته شد، یک استاد دانشگاه تو استنفورد بودن به اسم آلبرت بندورا. ایشون یه کانسپت، یه مفهومی طراحی کردن، بهش میگفتن سلف افیکسی و سلف افیکسی با سلف کانفیدنس فرق میکنه. سلف افیکسی ایشون میگفتن که اگه من بتونم این مفهوم رو اندازه بگیرم در هر کسی، میتونم بگم که ایشون موفق میشه یا نمیشه. و تعریفی که از این میکردن این بود که سلف افیکسی یعنی باور هر کسی به این که
تصمیم که میگیره یه کاری بتونه انجام بده بالاخره میتونه انجامش بده. یعنی شکست میخوره، پیش میره، عقب میره، جلو میره، ولی بالاخره میتونه یه انجام بده. که خانم به اسم کارول دوک بعداً اومد این کانسپت رو بیشتر پیش برد و میگه مایندست، کتاب نوشتن به اسم مایندست و میگه گروت مایندست کسی که داشته باشه میتونه در زندگی پیش بره. من فکر کنم یکی از چیزایی که شریف به ما یاد داد این بود که این سلف افیکاسیمون بالا باشه. یعنی اینکه میریم جلو، شکست میخوریم، میایم جلو، میریم عقب، ولی باور داریم که بالاخره میتونیم این کار رو انجام بدیم. و این چیزیه که در علاوه بر همه این استادا با همه آموزشی که به ما میدادن، امتحانایی که ازمون میکردن، با همکلاسیایی که بودیم، باعث شد مجموعه اینا در ما بالا ببره و خیلی ممنونش هستیم. که یعنی من خودم آمریکا از روز دومی که وارد شدم کار میکردم. من خیلی یه روز سه‌شنبه رسیدم، روز چهارشنبه داشتم تو مایکروسافت کار میکردم و این ورودی من به جامعه اینجا از طرف دانشگاه ها نبود و بیشتر آموزش هم همون شریف بود و یه خودم پلی‌تکنیک که بودم. ولی این کانسپت رو در ما واقعا درست کردن که همه زندگی به ما نتیجه داد. خیلی هم عالی. یه سوالی که من دارم، الان خیلی صحبت کردیم در مورد این که خب اون فضا چه باورهایی رو در شما شکل داده و این فکر این که ما میتونیم یه کاری رو شروع کنیم بیایم اینجا انجام بدیم. ولی خب همه یه زمانی اون بستر شاید آشنا و گرم دانشگاه رو رها کردیم و هر کدوم اومدیم یک نقطه از اینجا که خب خیلی متفاوت بود. من میخوام بدونم که اون تایمی که دیگه از ایران و از اون حلقه اصلی دانشگاه دورتر شدین، اون موقع آیا اون نتورک دانشگاه همچنان به نظرتون بود، وجود داشت؟ چه کمکی اون موقع کرد و یا شاید هم مثلا چه چیزهایی به نظرتون میسینگ بود اونجا؟ من میتونم شروع کنم. برای من چون فقط گفتم من وقتی وارد آمریکا شدم روز سه‌شنبه بود، رفتم مایکروسافت، گفتم من اومدم، گفتش منیجرم گفت برو فردا بیا، امروز خسته ای، و من شروع کردم به کار. بعد اومدم به ایریا سال بعدش تو دانشگاه استنفورد یه پرژن استودنت اسوسییشن مال دانشگاه استنفورد شروع کردن. اون موقع دانشجوهای شریف میومدن برای پی اچ دی و اون جمع برای من خیلی جمع عزیزی شد بعداً که باشون آشنا میشدیم و با همه اون به اصطلاح اون مجموعه کسایی که واسه تجربه‌های زندگیمون یک جور بوده همو میدیدیم و به هم فکری و همراهی میدادیم. برای من اون جامعه خیلی عزیز بود. من حالا یه چیزو میگم، واقعا زیاده مثالای همچین سوالی که شما کردین، ولی یه موردش که برای من روزمره نه، هر ماه هر سال اتفاق میفته اینه که واقعا تو هر نقطه از آمریکا و تو هر نقطه از دنیا که من میرم ما یه نتورکی از آدمایی داریم که حالا اولا خیلی موفقن و بعدش هم یه بیلتین تراستی بین همه ما هست. انگار همه میدونیم که خب آقا ما همو میشناسیم و واقعا اون یه چیز عجیب غریبیه که چقدر کمک میکنه به اینکه حالا تو مسائل شغلی، حتی تو مسائل شخصی، و این واقعا نتورکی که شریف به من داده. من حالا یه چیزی میگم، همیشه پنلا باید یکی مخالفت کنه که کم جالب شه دیگه، ولی حقیقت رو دارم میگم. تو کیس شخصی من واقعا کامیونیتی تقریبا دیگه وجود نداشت بعد از اینکه از ایران اومدیم بیرون. من یکی از هم دایره‌هامون هم اینجا یه چند دقیقه پیش دیدم، من فکر کنم شاید به خاطر اینکه من تو نیویورک بودم و اینا، ولی فکر کنم توی این نسل جدید یه کم این چیزا از بین رفته. و حالا داشتم شما که صحبت میکردین داشتم فکر کردم که واقعا دلیلش چی میتونه باشه و یاد این افتادم که من هیچ وقت نمیدونم، من تنها دلیل این که اگر از بچگی دوست داشتم برم شریف و رفتم این بود که به خاطر دکتر صاحبش بهش اکسپوز شده بودم و میدونستم میخواستم کار کامپیوتر ساینس کنم و این کار رو کنم و معلوم بود کجا میخواستم برم. ولی وقتی که یادم کنار دوستا آشنا وقتی که این کار کردم و رفتم شریف، تقریبا اولین کانوتیشنی که راجع به شریف وجود داشت توی اجتماع ایران تو حداقل سن ما این بود که یه لانچ پدیه که از ایران خارج شی،
که یعنی الان فکرشو که کنی هممون نشستیم اینجا و این چی میگن بایسی که وجود داشت به نظر میرسه درست و حقیقت. و فکر میکنم اون یکم از این که واقعا یه اجتماعی بشه که آدما به خاطر خودش شریف و دوست داشتن و به خاطر چیزی که بهت میده و بخوان بخشی ازش بمونن، این از بین رفته توی سالهای اخیر متاسفانه. و اینکه میبی امروز روز خوبیه که سر اینکه چجوری میتونیم رو درست کنیم حرف بزنیم که چرا نسل جدید خیلی این چیزو ندارن، این اجتماع رو ندارن. الان اینجا نگاه هم که کنین آدمای چیز ما خب کمتر هستن توی چه الان تو حضار چه جاهای دیگه. درنش خیلی جالبه بعد صحبت کنیم که چجوری میتونیم درستش کنیم. من اولین جرقه علاقه من شدنم به فیلدی که الان توش کار میکنم دکتر خادم حسینی بود که اون موقع که وارد بوستون شدم تو هاروارد MIT وارد شدم به خاطر ایشون بود. ایشون رو توی مهمونی بچهای MIT دیدم و فکر می‌کنم دلیل این که گفتن بیا به خاطر اسم شریف بود. یعنی تا اینکه متوجه شدن که اوکی مثلا برق شریف بودی فلان اینا، این برای بالاخره کردیبیلیتیه که همه ما داریم خوشبختانه. و تاثیرگذارترین فردی که فکر میکنم توی مسیری که بعد از اون انتخاب کردم میتونم بگم ایشونن. حالا ایشون خودشون شریفی نبودن، کانادا درس خوندن و من فکر میکنم که این چیزی که شما میگین دقیقاً درسته. خیلی وقتا ما هنوزم از این کامیونیتی ایرانی و ایرانیایی که موفق هستن ولی در واقع مسئولیت خودشون رو یه جورایی احساس میکنن به جامعه ایرانی برگردونن هستیم، ولی تعداد اونا تو نسل ما خیلی کمه، تعداد اونا تو آدمایی که حالا از شریف اومدن بیرون خیلی کمه و اینم یه ذره استراکچریه که ما توش بر واقع دوباره باز بار اومدیم. یعنی پایه تحصیلات ما قویه ولی تیم ورک تو ما ضعیفه. ما ایندیویدوالی خوب فکر میکنیم ولی با هم خیلی وقتا نمیتونیم کار کنیم و ایرانیایی که خیلی وقتا اینجا این مدلی نیستن اکثرشون کسایی هستن که آندرگراد اونجا نبودن یا حداقل یه مدت زیادی اینجا بودن، یه مدت زیادی این 1+1 = 2 نمیشه رو تجربه کردن. یا حتی بعضی وقتا تو ایرانیا من فکر می‌کنم خیلی فکر می‌کنم 1+1 میشه نیم مثلا. حتی این متاسفانه یه فرهنگیه که ما داریم و اینو می‌بینیم که خب اون ساپورت خیلی وجود نداره، ولی بازم وقتی که هست، وقتی اون ایندیویدوالا هستن و کمک میکنن تاثیرشون واقعا تو زندگی آدم احساس میشه. حالا من میخوام یه ذره بحثو در همین راستا چیز کنم و اینکه یه جایی یادمه که منشن کردین حالا بینگ ایرانیان اینجا یه ذره ممکنه سخت باشه و این نتورک میتونه کمک کنه. این تجربه هم برای من جالبه که همین نتورک همین که چی کار میتونیم بکنیم الان که داره سخت‌تر میشه، هم حضور بچه‌های جدید به اینجا یه کانکشنیه که به نظر میاد داره میس میشه، چه قدمی میتونیم برداریم. و همین که میخوام از شما پرسم که شما تجربه کار با فاوندرهایی که از ایران اومدن و اسپسیفیکلی پروگرام برای اونا رو داشتین در پر، چه اتفاقی اونجا میفته و چه کامیونیتی میتونه شکل بگیره، قدرت اون کامیونیتی چیه و تجربتون از اونها من دوست دارم بشنوم. حتما. توی پر ما به اصطلاح یکی از بنیادهای این که ما با فاوندرهای مختلف چطور کار میکنیم کامیونیتیه و به اصطلاح فاوندر بهش میگیم فاوندر سرکلز، دایره فاوندرها داریم. یکیش بود مثلا فیمیل فاوندر سرکل برای خانم ها و پژمان و من با هم صحبت میکردیم. پژمان فاوندر پره که وسا ایرانی هم هستن، گفتیم که یه موقعی پرژن فاوندر این همه آدم ایرانی ما میشناسیم که واقعا همه موفق و همه تحصیل کرده و نمونهش هم اینجا، چطوری ما میتونیم اینا رو دور هم جمع کنیم و راجع به انترپرنورشیپ صحبت کنیم. یکی از و این بسیار شد پرژن فاوندر سرکل برای پر. سه تا کوهورتش رو تا حالا داشتیم. هر کوهورت حدود 1000 نفر
اپلای کردن براش و ما اینترویو میکردیم و میتونستیم مثلا حدود 50-60 نفر رو قبول کنیم برای هر کوهورت. متاسفانه بسیار به اندازه کافی بیشتر از این نمیتونستیم هندل کنیم و خانم رویا سلیمانی واقعا یکی از بهشون یه کردیت هم بدیم اینجا که واقعا قلب این کامیونیتی میشدن برای ما. تجربه خیلی خوبی بود برای ما. میدونم که ما فکر میکنیم یعنی این تجربه هست بین ایرانی که ما با هم خوب کار نمیکنیم یا ایندیویدوالیستیک هستیم. یکی از به اصطلاح آفتهای باهوش بودن بچهای شریف ها فکر میکنم همه دوست دارن اون بالا باشن، ولی تجربه‌ای که ما کردیم با این پرژن فاوندر سرکل از همه سرکل‌های دیگه‌مون اکچولی بهتر بود از خیلی جهت‌ها. اینا همشون واقعا دوست داشتن اونجا باشن، کامیتمنتشون از همه فاوندر سرکل‌های دیگه‌مون بیشتر بود. بعضیشون پرواز می‌کردن بیان هفته یه بار اینجا از نیویورک، از ونکوور، از جاهای مختلف که این میتینگ رو داشته باشن و برگردن. الان این فاوندر سرکل‌هایی که داشتیم با هم هنوز دارن ادامه میدن، هنوز میبینن ماها بعد اینکه این فاوندر سرکلمون تموم شده. و فکر کنم این حالتی که entrepreneurship is a good way to bring people together. این که یه جهت مثبتی میخوایم با هم پیش بریم و اینکه اگه ما به هم کمک کنیم وضع هممون بهتر میشه. entrepreneurship is one good way of doing it. یه طریقه خوبیه که این انجام بدیم. تجربه مختلفی داشتیم توی فاوندر سرکل. ببخشید اگه من زیاد دارم حرف میزنم. یکی از حالتهایی که پیش اومد برای ما این بود که خیلی آدمای بسیار باهوش و قابل داریم ولی تواضعشون کمتر بوده قبلا و راجع به انترپرنورشیپ وقتی میخوای صحبت کنی یه تواضعی باید داشته باشی که قبول کنی یه عالمه چیزاست که نمیدونی. بهترین فاوندرها 20% اون چیزی که باید بدونن هم نمیدونن، بقیه‌اش رو باید سر کار را یاد بگیرن. و این جمع که با هم برقرار شد، اینا شروع کردن با هم، وقتی که اینا واقعا با هم صحبت میکردن، همراهی میکردن، اصلا جو عوض شد براشون و برای ما خیلی جالب بود که این واقعا مشاهده کردیم ظرف چند هفته اینا چقدر به هم نزدیک شدن و چقدر به هم کار کردن. خب میخواستم بگم وجودش امکان داره، باید ستاپش بکنیم ولی ریسورس و چیز امکانات لازم داره و یه نفری که قلب این قضیه باشه و واقعا بهش اهمیت بده که رویا جون این وسط واقعا خیلی کمک میکنه. من نگران این هستم که این ارتباط حالا بین ایران و آمریکا اینجوری سخت‌تر شده بین دانشجوها و اینا، واقعا تاثیرش رو میبینیم و خواهیم دید. علاوه بر اون تازه من نگرانم که یعنی میشنویم که خب با دونه دونه استادای خوب دارن جایگزین میشن با استادایی که حالا نه چندان اون کیفیت رو دارن و اینا بالاخره اینا همه تاثیرای بلند مدت داره. من فکر میکنم حالا اگر ما نتونیم پالیسی عوض کنیم، نتونیم خیلی کارهایی که دوست داریم بکنیم و انجام بدیم، این یه سری کارهای خیلی پیش پا افتاده است که بازم خیلی تاثیر مثبت داره. مثلا اینکه با توجه به اینکه الان تکنولوژی انقدر بریرها رو شکسته، انقدر راحت میشه ارتباط برقرار کرد، انقدر راحت مثلا الان هر کسی توی ایران به همون حالا لارج لنگویج مدل ها، به مدل‌های زبانی که اینجا داره چیز میشه، دسترسی مجانی داره به اکثرشون. خب اینا خیلی کمک میکنه که ما بتونیم باز روی یه بستر مشترک حالا تکنولوژی بتونیم با بچه‌های ایران کار بکنیم، ارتباط داشته باشیم و اونا رو یعنی همه همدیگر بیاریم بالا. اگه نسرین جان. خب من میخوام این چند دقیقه آخر رو بذارم اگه از پنلیستامون سوالی هست در تمام صحبتایی که کردیم، این تایم رو بدیم به آدینس اگه سوالی دارن. کسی بفهمه. شما یه سوال اینجا بعد من میام سمت پرورد. بفهم. میتونین بلند صحبت کنین؟ آره میتونم. من خانم مصطفی زاده گفتن که از نتورکی که به هر حال نتورک شریفی اینجا نتونستن استفاده کنن. نتونستید یا نخواستید؟ یعنی اصلا دنبالش رفتید
تلاش کردید ایجاد بشه؟ چون حداقل همین انجمن سوتا 25 سال وجود داره و من حدس میزنم که شما تو همین مدت تشریف آوردید آمریکا، درسته؟ بله، سوال خیلی خوبیه. باید وی من نمیدونستم سوتا وجود داره تا اینکه الان اومدم honestly برای دکتر تابش و من میدونم که یه بخشش اینه که منم که ما مثلا توی basically زندگی که داشتیم و کاری که کردیم سر شلوغ و اینا، ولی واقعیتش اینه که هیچ انگیجمنتی اتفاق نیفتاد، حداقل توی دوره ما. و میگم فکر من بینش هستم که مثلا که من تنها نیستم، توی دوره ما خیلی انگیجمنت وجود داشت. نمیدونم شاید سوتا به من قبلا ایمیل زده بود من ندیده بودم، یا واقعیتش اینه که نمیدونم، ولی میدونم که اگر outreach اتفاق افتاده بود، من کسی بودم که خیلی دوست دارم هم کمک کنم هم اینکه کمک بگیرم. اینو ما اون روز برای پرپ پنل داشتیم صحبت میکردیم که مثلا فکر میکنن خب با هر چی نگاه کنی، با هر متریکی ما الان خیلی موفقیم و فلان و اینا، خب شور، ولی هممون هدفمون اینه که هم جامعه‌مون رو هم از طریقش خودمون رو به یه جاهایی برسونیم که این تصوراتی که راجع به کشور ما و جایی که ما ازش میایم عوض شه. درسته؟ این من یکی از شاید براتون جالب باشه کاری که میکنم. حالا ما خوشبختانه به جایی رسیدیم تو شرکتمون که من با مثلا CEO Fortune 500 کمپانی‌ها جلسات خیلی مختلفی دارم. من زور میکنم که برای نهار، شام، هرچی هست غذای ایرانی سفارش بدیم، که برای اینکه برام مهمه که شروع کنیم حرف بزنیم راجع به فرهنگ کشورمون، راجع به اینکه ما کیم و از کجا میایم و اینکه سوار شتر نمیشیم تو ایران. قسمت قدیمی ترین کشور کل دنیا است ایران، که من خودم هم تا 12 سال پیش اومدم و من 13 سال پیش اومدم آمریکا که جواب سوالتون رو بدم و در نتیجه 100% میدونم که سوتا وجود داشته، ولی شاید یه کاری که میشه کرد اینه که آدمای نسل ما اگه وارد این basically مراسمایی که میذارین بشن و کمک کنن به اینکه برگزارش کنن و اینا، شاید یکم اینا بهتر شه و مطمئن باشیم که هممون برمیگردیم و دوباره اهدا میکنیم زمانمون و امکاناتمون رو، که هممون هدفمون یک چیزه و اینه که کشورمون رو ببریم بالا، به خاطر اینکه ماها آدماییم که میتونیم و هدفمون همینه. مرسی. شاید یه خورده جواب من شما دادین، ولی از آرش جان میخواستم بپرسم چطوری سوتا میتونه کمک بکنه تو این قضیه که شما صحبت کامیونیتی رو کردید و اینی که توی پر ونچر اکچولی دارید یه همچین چیزی رو. فکر میکنید با سوتا چه کار میتونید بکنید؟ چطوری به سوتا میتونید کمک کنید و سوتا چطوری میتونه به شما کمک بکنه؟ مرسی. والا فریبا جان، شما واقعا، من این فقط آشنایی کمی که با شما داشتم، واقعا سعی خیلی قشنگ دارین اقدام میکنین. بنابراین اول از همه ازتون ممنون هستیم که همین جمع هست برای همه چی. باید خود بیشتر بهش فکر کنم، ولی هر کامیونیتی که داشته باشیم ما به این نتیجه رسیدیم تو درس تجربه‌ای که داشتیم با همه فاوندرها، اینه که یه قلبی لازم داره، یه نفری که اهمیت میده برای اینکه این کامیونیتی همه چیزش مرتب پیش بره و این نمیشه که تقسیم بشه بین 10 نفر. حداقل یه قلب باید وجود داشته باشه و که کارش احساس میکنه که کار من اینه که این کامیونیتی همه چیز خوب پیش بره. چجوری به اصطلاح خبر رسیده بشه، چجوری انتخاب بشه که چه کسای خبر بهشون میرسه، وقتی بهشون خبر داده میشه برنامه‌ای که هست براشون با ارزش هست یا نه. مثلا واقعا این یه نمونه خیلی خوبی بود که من از صبح تا خیلی چیز یاد گرفتم، هم راجع به تاریخ شریف، هم بابک صحبتش خیلی جالب بود، همه استادا که صحبت میکردن. بنابراین به نظر من خیلی کارا رو دارین انجام میدین آردی، ولی فکر کنم نمیدونم که امکان این باشه که این نفر کار دائمش این باشه توی سوتا که و من میگم ببخشید اگه واقعا کار دائم یه نفر هست من نمیدونم، ولی اینکه این برنامه‌های لوجستیکس به اصطلاح این چیزایی که کامیونیتی لازم داره برای ما مثلا رویا این کار رو انجام میداد و اگه رویا نبود من و پژمان شعاب میکردیم، حرف میزدیم با فاوندرها همه چی، ولی یه نفر دیگه داشت همه این کارهای که به چه کسایی آتریش بشه، برنامه چیه، اسپیکرایی که میخواد بیان کیان، همه این چیزایی
جایی که با یه هدفی که به اصطلاح مفید باشه برای کسایی که وارد میشن. این برای ما حداقل چیزی بود که من واقعا احساس قبل از اینکه این کار واردش بشم متوجه نشم چقدر کاره، خیلی کاره. و نمیدونم جواب شما رو دادم یا نه، ولی این یک اگه بتونیم یه نفر دائم داشته باشیم که بخواد این کار رو انجام بده، خیلی شاید بهتر، شاید بیشتر گسترده تر بشه.